هر دین آسمانی یا اعتقادی باستانی که بنگرید، وقتی از پایان دنیا حرف میزنند همیشه یک جمله مشترک وجود دارد: لحظه‌ای که زمین دیگر توان ادامه ندارد. در مکاشفه یوحنا این نقطه با نواخته شدن شیپور هفتم آغاز می‌گردد. صدایی که نوید می‌دهد داوری خداوند نزدیک است. اما این فقط یک صدای معمولی نیست. این آغاز فروپاشی نظم جهان و ظهور موجوداتی است که تا پیش از این تنها در سایه‌ها پنهان بودند. اگر ویدیوهای قبلی را دیده باشید می‌دانید که تا اینجا چه بر سر زمین آمده است. 7 مهر گشوده شد. 4 سوارکار بر زمین تاختند و با شکسته شدن مهر ششم آسمان تار گشت و زمین لرزید. بعد در سکوتی وهم‌آور 7 فرشته با شیپورهایشان ظاهر گشتند و با هر شیپور بلایی تازه بر زمین نازل گردید. دریاها به خون بدل شدند. آتش و سنگ از آسمان بارید. خورشید تیره گشت و مردمان از ترس به کوه‌ها پناه بردند. اما حالا با پایان شیپور هفتم ما به تاریک‌ترین بخش مکاشفه رسیده‌ایم، جایی که پرده نهایی آغاز می‌گردد. یوحنا در رویای خود زنی را می‌بیند که لباسی از خورشید پوشیده است. ماه زیر پاهایش و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد. در برابرش اژدهایی سرخ با 7 سر و 10 شاخ کمی کرده است. زن درد زایمان دارد و اژدها منتظر است تا فرزند او را ببلعد. اما برخلاف تصور کودک به آسمان برده می‌شود و اژدها به زمین افکنده می‌گردد. از این لحظه نبردی که سرنوشت کل آفرینش را تعیین خواهد کرد شروع می شود. نبردی میان نیروهای نور و تاریکی. مکاشفه می گوید که شیطان بر زمین خشمگین می شود، زیرا می داند زمانی برای او باقی نمانده است. او از دریا وحشی را برمی‌انگیزد تا مردم او را بپرستند و از او پیروی کنند. این موجود ضد مسیح نام دارد، نماد فریب و سلطه شیطان بر انسانیت، و درست در کنار او وحش دیگری از زمین برمیخیزد که با ظاهری آرام اما صدایی چون اژدها مردم را وادار می‌کنند نشان وحش را بر دست یا پیشانی خود ضرب کنند. از اینجا عددی وارد تاریخ می‌شود که قرن‌هاست بشر را به فکر فرو برده است. 666 عدد انسان، عدد فریب و ناقص بودن انسان در برابر کمال خداوند است. همه چیز در یک نقطه به سوی نبرد نهایی پیش می‌رود. نبردی که در دشت مگیدو، جایی که تاریخ آن را آرماگدون می‌نامد، رخ خواهد داد. در این ویدیو به تاریک‌ترین فصل مکاشفه قدم می‌گذاریم. از ظهور وحش‌ها و عدد نفرین شده 666 تا جام‌های خشم خداوند و داوری نهایی بر زمین. آنچه پیش روست پایان هر آن چیزی است که بشر آن را دیده یا شناخته است. اما شاید آغاز جهانی تازه نیز در همین پایان نهفته باشد. یوحنا می‌گوید نشانه عظیم در آسمان پدیدار می‌گردد. ناگهان در برابر چشمانش زنی ظاهر می‌گردد که نوری خیره کننده از او ساطع است. آفتاب ردای اوست. ماه زیر پاهایش و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد. او نماد پاکی و ایمان است. مادری دردمند که در میان رنج زایمان حامل نژاد جهان است. اما در همان لحظه در برابر او اژدهایی سرخ پدید می‌آید. 7 سر دارد و بر هر سر تاجی از سلطه و غرور قرار گرفته است. چشمانش چون شعله آتش می‌درخشد و دومش 1/3 ستارگان آسمان را می‌رباید و بر زمین می‌افکند. اژدها که نماد شیطان است در برابر زن می‌ایستد، منتظر است تا نوزادش را درست در لحظه تولد ببلعد. اما در همان دم کودک از او گرفته شده و به سوی خداوند فرستاده می‌شود. اژدها غرید و آسمان به لرزه افتاد. فرشته بزرگ میکائیل شمشیر خود را بیرون آورد و نبردی در آسمان میان فرشتگان خداوند و لشکریان تاریکی آغاز گردید. در نهایت اژدها شکست خورد و از آسمان به زمین سقوط کرد. از آن لحظه زمین به میدان نبردی ناپیدا میان ایمان و انکار بدل شد. زن به بیامانی پناه میبرد، جایی که خداوند برایش پناهگاهی آماده کرده است، و در همین حال شیطان تمام نیروهایش را جمع کرده تا بر فرزندان او، یعنی کسانی که به فرمان خدا وفادار ماندند، حمله ور شود. این روایت تصویری است از رویارویی ابدی خیر و شر. زن نماد قوم خدا یا کلیسای مؤمنان است، نوری که حتی در تاریک‌ترین دوران نیز خاموش نمی شود. فرزند او نجات دهنده است که مأموریتش پایان دادن به سلطه گناه و گناهکاران است. در برخی روایات او را حضرت مسیح می‌نامند و اژدها همان شیطانی است که از آغاز زمان در تلاش بوده تا نور ایمان را خاموش کند، اما هر بار در برابر اراده الهی با شکست مواجه می‌شود. نبرد در آسمان آغاز شد، اما پژواک آن تا قلب بشریت ادامه یافت. از این لحظه جهان دیگر آرام نخواهد بود، زیرا نیروهای تاریکی پس از سقوط از آسمان بر زمین نفوذ می‌کنند و راه را برای ظهور موجوداتی باز می‌کنند که تا پیش از آن فقط در کابوس‌ها دیده می‌شدند. و درست پس از این واقعه وحش‌ها از دل دریا و زمین برمی‌خیزند. پس از سقوط اژدها
آرامش بر دریا نیامد. موجها خروشان شدند. گویی موجودی در دل تاریکی بیدار می شود. یوحنا می گوید دیدم وحشی از دریا برمی خیزد. موجودی عظیم با چند سر که از جرفای آبها بیرون می آمد. تنش چون پلنگ، پاهایش چون خرس و دهانی چون شیر داشت و چشمانش چون شعله سرخ بود. این موجود قدرت خود را از اژدها گرفت، همان شیطانی که از آسمان رانده شده بود. مردم با ترس گفتند چه کسی میتواند با این وحش بجنگد و در برابرش زانو زدند. بنابراین او به خداوند توهین کرد و جنگی علیه مقدسان آغاز کرد. در این نبرد یکی از سرهایش زخمی مرگبار برداشت، اما دوباره زنده شد و با دیدن این صحنه جهان دوباره فریب خورد. مردم گفتند او از مرگ بازگشته است و ایمانشان را به او سپردند. بازگشت جعلی که نماد ضد مسیح بود. در همین حین وحش دیگر از زمین برخاست با 2 شاخ چون بره اما صدایی چون اژدها. او معجزه‌های ساختگی انجام میداد و مردم را به پرستش وحش نخست وامی داشت. سپس قانونی وضع کرد که در آن هیچ کس حق خرید و فروش ندارد مگر آنکه نشان وحش را بر دست یا پیشانی خود قرار دهد. نشان وحش نماد تسلیم در برابر شر بود، یعنی پذیرش قدرت ضد مسیح بر روح و جسم انسانیت. یوحنا گفت عدد او همان عدد انسان است، یعنی 666. عدد 666 3 بار تکرار نقص انسان در برابر کمال الهی است. برخی گفتند این اشاره به نورون، امپراتور خونریز روم دارد، اما دیگران او را تمثیلی از همه حاکمان تاریکی می دانند که در لباسی نجات دهنده ظاهر می گردند. در این مرحله ایمان به جرم بدل می شود و حقیقت خاموش می گردد. اما مکاشفه هنوز پایان نیافته است، زیرا پس از وحش‌ها زمان خشم خداوند فرا می رسد. زمان 7 جام غضب و نبردی که سرنوشت جهان را تعیین خواهد کرد. وقتی وحش‌ها سلطنت خود را بر زمین گستردند، آسمان در سکوتی از خشم خداوند فرو رفت. یوحنا می گوید دیدم 7 فرشته هر یک جامی از خشم خداوند در دست دارند. اولین جام غضب ریخته شد. بدن پیروان وحش پر از زخم‌های دردناک گردید و ناله‌هایشان آسمان را پر کرد. دومین جام بر دریاها ریخته شد و آبها به سرخی خون درآمدند. هر موجود زنده در آن مرد و بوی مرگ جهان را فرا گرفت. سومین جام رودها و چشمه‌ها را به خون بدل کرد. فرشته‌ای فریاد زد خداوند عادل است، زیرا آنان خون مقدسان را ریختند و اکنون خون می‌نوشند. چهارمین جام بر خورشید ریخته شد و نور آن سیاه گشت، اما آنان باز هم توبه نکردند و خدا را نفرین گفتند. پنجمین جام تاریکی را بر تخت وحش فرو ریخت، ظلمتی فراگیر که همه چیز را بلعید و مردم از ترس زبان خود را گاز می‌گرفتند. ششمین جام بر رود فرات ریخته شد و آب آن خشک گردید تا راه برای پادشاهان شرق باز شود. از دهان اژدها و 2 وحش 3 روح ناپاک به مانند قورباغه بیرون آمدند تا پادشاهان زمین را برای نبردی بزرگ گرد آورند. نبردی در دشت مگیدو، همان آرماگدون. سپاه تاریکی با پرچم‌های سیاه خود تاختند و در برابرشان سپاه خداوند با لباس‌های سفید و شمشیرهایی از نور به صف ایستاده بودند. آسمان از فریاد فرشتگان می‌لرزید و زمین چون آتشفشان می‌جوشید و سرانجام 7مین جام ریخته شد. آوازی از معبد آسمان برخاست، آوازی که می‌گفت انجام شد. سپس زمین لرزید، جزایر ناپدید گشتند و تگرگ‌های سنگین از آسمان فرو ریختند. بابل کبیر، نماد فساد و قدرت دنیا، در یک لحظه فرو پاشید و به آتش کشیده شد. در اینجا خشم خداوند کامل شد. هیچ پادشاهی از داوری نگریخت. اما این هنوز پایان نبود، زیرا پس از نابودی بابل و خاموشی زمین، مکاشفه از آخرین پرده‌اش سخن میگوید، یعنی داوری بزرگ سپید و آغاز جهانی نو. بابل سقوط کرد. شهر عظیم ثروت و فساد در یک لحظه فرو ریخت. شعله‌های آتش از دلش برخاست و دودش تا آسمان بلند شد. پادشاهان و بازرگانان از دور می‌گریستند و فریاد زدند وای بر بابل، شهری که 1 ساعته نابود گشت. با فروپاشی بابل صدایی از آسمان برخاست، آوایی که می‌گفت زمان داوری فرا رسیده است. آسمان گشوده شد و نور خیره کننده سراسر آن را در بر گرفت. یوحنا میگوید دیدم سواری بر اسب سپید از آسمان فرود آمد. نامش امانتدار و حقدار است و بر سرش تاجی بود و شمشیری داشت تا قومها را داوری کند. او همان مسیح است، بازگشته در شکوه و اقتدار الهی. سپاه آسمان در پی او لباسهای سپید پوشیدند، ولی در برابرشان سپاهیان تاریکی آخرین امید خود را آزمودند. اما برخلاف تصور نبردی در کار نبود.
تنها فرمانی از دهان مسیح خارج شد و زمین در یک دم پاک گردید. یوحنا ادامه می‌دهد: دیدم تختی بزرگ و سپید و کسی که بر آن نشسته بود ظاهر گردید. از حضورش آسمان‌ها و زمین گریختند. تمام مردگان از کوچک تا بزرگ در برابر او قیام کردند. سپس کتاب اعمال و کتاب حیات باز گردید و هر کس بر اساس اعمال خودش داوری شد. آنان که نامشان در کتاب حیات نبود به دریاچه آتش افکنده شدند، جایی که شیطان و مرگ و دوزخ برای همیشه نابود می شوند. اما برای پارسایان سرآغازی تازه پدید آمد. یوحنا می گوید: دیدم آسمانی نو و زمینی جدید برپا شد، چون آسمان‌ها و زمین ابتدایی نابود گشته بودند. از آسمان شهری درخشان به نام اورشلیم آسمانی فرود آمد. در آنجا دیگر مرگ، شب یا اندوه و درد جایی نداشت، زیرا خود خداوند نور آن بود. و در نهایت صدایی از تخت گفت: اینک همه چیز را از نو می‌سازم. و این گونه مکاشفه یوحنا به پایان می‌رسد. روایتی از هشدار، داوری و در نهایت امید. پایان جهان اما آغاز جاودانگی. اما این تنها روایت مسیحیت است. در ویدیو بعد وارد دنیای دیگری خواهیم شد، یعنی آخرالزمان در دین مبین اسلام، جایی که نشانه‌ها و مفاهیم معنای دیگری دارند. خب، به پایان این هفته رسیدیم. اگر تا اینجا همراه ما بودید، کانال را سابسکرایب و زنگوله را فعال کنید و اگر از ویدیو راضی بودید، آن را لایک کرده و نظراتتان را برای ما بنویسید. و باز هم مثل همیشه از این که تا انتهای این سفر همراه ما بودید قدردانیم. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.